سلام، چطوری؟ سلام، خوب هستین؟ بگم مثل مامای خوبی قربان شما. امروز ما قراره یه شیرینی گیلانی خیلی خوشمزه بهتون آموزش بدیم. من اومدم پیش خواهرم چون استاد درست کردنشه، گفتم بهتره اصولی از اون اولش یاد بگیریم. رشت خوشگار یه دونه از شیرینی‌های سنتی و خیلی خوشمزه، خودم هم که خیلی دوستش دارم. آره بازخ نشستم خوشحال شدم صدا رو امروز پیشنهاد داد که این شیرینی درست کنیم که گفتم امشب بتونیم با چای بخوریم حسابی. حسابی مثل ماما. برای این شیرینی پیمانه‌ای که در نظر میگیرین، حالا میخواد لیوان باشه یا فنجان باشه یا هر پیمانه‌ای که در نظر میگیرین، به اندازه 2 پیمانه آرد گندم، 1 پیمانه باید آرد برنج باشه. پس نصفه. آره، آرد 2 پیمانه. آره، 2 پیمانه گندم، 1 پیمانه برنج باشه. به اندازه 3 پیمانه این که زدین، 3 پیمانه باید شیر. من با شیر درست میکنم چون هم لطیفتر میشه هم خیلی خوشمزه میشه. ولی کسایی که حالا اون روز شیر نداشتن اینا میتونن با آبم درست کنن، مشکلی پیش نمیاد. گفتم میگه که وسط حرف خواهر درس دادی. بچه‌ها من قبلا با آب درست میکردم، بعد خواهرم گفت با شیر خیلی لطیف‌تر میشه و خودم هم این کارو انجام دادم، دیدم واقعا خیلی بهتره. به خاطر همون الانم امروز میخوایم با شیر درست کنیم. بعد من گلابم میریزم. این گلاب سلیقه‌ایه چون خودم خیلی طعمشو دوست دارم. من 3 پیمانه‌ای که میخوام به ازای 3 پیمانه آردی که دارم 3 پیمانه شیر بریزم، پیمانه آخر نصفش گلاب میریزم. یعنی 3 پیمانه شیر رو میریزی بعد نه 2 پیمانه و نیم شیر میریزم، نیم پیمانه‌ش رو گلاب میریزم که با هم بشه 3 پیمانه. و یعنی گلاب فکر کنم به تنهایی شل میکنه. نه فرق نمیکنه. مواد نه فرق، ولی دیگه بوی گلاب زیاد میزنه. خب آره بیش از حد. خب این برای مواد همین آردی که الان میخوایم حل بگیریم. خب 2 پیمانه آردمون رو میریزیم. بقیه مواد رو نمیگی؟ من مال مواد داخلیشه. خب پس اونم بده. مواد داخلی این شیرینی گردو یا هر مغزی که مغز پسته، مغز فندق یا هر مغزی که دوست داشتین میتونین ازش استفاده کنین. اصلش که بیشتر جاها همین گردو رو میریزن. گردو پودر قند یا شکر رژیمی. به خاطر مامان من همیشه شکر رژیمی درست میکنم که به مامانم هر وقت میدم درست کنم، بدم چند تا بزن دست. به خاطر قندی بدم. بعد دارچین، مغز هل، جوز هندیه. جوز هندی رو میتونین هم پودرشو بگیرین، من خودشو میگیرم مثل فندق میمونه. اینو رنده میکنم یه مقداری، هم عطر و بوی خیلی خوبی داره، هم که دیگه میدونم خود اصل خود جوز هندی هستش. پودر رو میبینین آدم بازم نمیتونه اعتماد کنه. این مواد مال مواد داخلی. گردو رو چجوری آسیاب میکنیم؟ خیلی ریز باید باشه؟ خیلی مثل ریزیش مثلا به اندازه مال فسنجون نباشه، یه درجه بالاتر. خیلی هم درشت نباشه بدن، اونم درشتی ریزی بازم به سلیقه خودتونه. بعضیا شاید دوست دارن دندون میزنن اصلا به دندون بیارن. پس هلو آسیاب میکنیم. پودر دارچین هم که داریم، اینم که قرار رنده کنیم. این میشه مواد داخلی که همه رو با هم مخلوط میکنیم برای این مواد. منم آردا رو با هم دیگه الک کردم. خب حالا شیر رو میتونیم بریزیم. 3 پیمانه آرد، 3 پیمانه باید شیر باشه. اگه آردت سرپر بود، شیرت هم سرپر باید باشه. با همزن بیزمه صدا جان آروم از وسطش هم بزن. من که استاد هم زدم. شد 2.5. آره حالا یه ذره شیر باشه. آره یه ذره بیشتر کمتر، من بقیه‌شو گلاب میریزم. غلظتش هم بهتون نشون میدیم که چه باید باشه. مدت زمانی که این مواد رو میذاریم بمونه چقدره؟ هر چی مواد رو حل بگیریم بمونه خیلی بهتره، مثلا قشنگ به عمل بیام. من معمولا سعی میکنم که شب حل بگیرم، آخر شب موقع خواب، صبح بلند میشم درست کنم. یعنی اینقدر این فاصله خیلی، یا مثلا صبح حل بگیرم بعد از ظهر دم غروب مثلا بمونم درست کنم، چون هرچی اون مثلا خیس خورده باشه آرد قشنگ جا میفته و رشته‌تون خیلی قشنگتر بهتر. ولی اگه مهمان داشتی عجله داشتی میتونین 1 ساعت نهایت 2 ساعت 1 ساعت میتونم بذارین بعد شروع کنیم به درست کردن. این مواد پس الان بعد از اینکه هم زدم و یه دست شد آماده است، فقط باید بذاریم که بمونه که تو اون فاصله ما مواد میانیش هم درست میکنیم. و یه نکته این شیرینی داره، اینکه
یه شیرینی فوق العاده آسون و خوشمزه است ولی قلق داره. حالا یه قلقش رو ما بهتون میگیم، از اون 0 تا 100 این شیرینی رو خواستیم بهتون آموزش بدیم. شما میتونید اون دستگاهی که یه وسیله ای هست برای درست کردن رشته خوشکار، اونم لوازم‌های قنادی دارن اصولا، شما میتونید تهیه‌اش کنید. اگر ولی شرایطش رو نداشتید که بخواید برید حالا مثلا لوازم قنادی بخواید تهیه‌اش کنید، تو خونه هم میتونید درستش کنید. به چه روشی؟ همین بطری‌های شیری که استفاده می‌کنی، آره. همین بطری شیر رو بعد از اینکه شیرش رو خالی کردین قشنگ بشورین، از درش استفاده می‌کنیم، از در این بطری. همینم الان برای شما آموزش میدم که اصلا چجوری درستش بکنید. خیلی آسونه. آره. قشنگ به اندازه قسمت وسط در راست، در یک خط راست 6 قسمت 6 تا اینو سوراخ میکنیم. به وسیله میخ داغش میکنیم. یه دستتون رو نسوزونین، البته قشنگ انبار اینجوری روی گاز داغش میکنیم. 3 قسمتش رو سوراخ میکنیم و از گوش پاکن رو چه روش‌های استفاده میکنیم. آره اینا کارهایی که خونه میتونیم خودتون سر دومشون میزنیم. بعد از وسط نصفش میکنیم. میخوای داغش کنم که سوراخ کردنش رو نشون بدی؟ الان داغ میکنم. آره 6 تا اینو درست میکنیم. هر چقدر این تعداد اون همین سوراخ‌هایی که ایجاد میکنید بیشتر باشه بهتره. رشته خیلی اینجوری نزدیک به هم در میاد. چون من خودم آماده‌ش رو بیرون گرفتم، فکر میکنم 3 تا یا 4 تا داره ولی خیلی فاصله هایی که ایجاد میکنه زیاده و زمانی که شما دارید این مواد رو میریزید یکم میریزه از خود اون رشته ها بیرون. به خاطر همون خونگی به نظرم خیلی بهتره، هم به صرفه تره دیگه. شما به جای اینکه بخواین اونو دور بندازید میتونید ازش استفاده کنید. میخوام مچه هنرمنده. خب تو این فاصله ببینید منم اینو هم زدم. غلظت مواد رو ببینید چقدره. این غلظت مواد آره بازم حالا هم میزنم که یه دستر بشه. غلظت مواد به این حالته. این شیرینی جزو شیرینی‌های پرطرفدار گیلانه، خیلی خوشمزه است. مخصوصا حالا اون زمان که ما کوچیک بودیم قبلا انقدر اینجور نبود که همه فصل‌ها یا همه زمان‌ها تو بازار بخوایم باشه. بیشتر ماه رمضون بود، درسته؟ دیگه فصل‌های دیگه من نمیدیدم، یعنی حضور ذهنم ندارم، ولی اکثرا ماه رمضون‌ها اینو درست می‌کردن و زمان افطار می‌خوردن و کلی هم می‌چسبید. الان انقدر گرونم شده، به نظر من به صرفه ترین کار اینه که خودتون تو خونه خیلی با کیفیت تر درستش کنید، چون از هر جایی هم آدم نمیتونه بخره اعتماد کنه. ببینید اینو یه نمونهش این هم اینطوری. خب حالا بقیه رو درست کنم. قایم من بزنم؟ نه نرفته باید. خب همونجور که گفت اکرم بهتون ادامه میدیم و در این بطری رو درست میکنیم. این درست کردن در که نگاه کنید قشنگ گوش پاکنا رو سوراخ کردیم ردیف تو یه خط، اینا رو گذاشتیم. اگر احیانا دیدین سوراخ کردین یه خورده شل شده، احساس میکنین این تکون میخوره، ببینید الان اینا تکون نمیخوره. شما اگه احساس کردین تکون میخوره یه خورده چسب رازی میتونین دور تا دور از بیرون بهش بزنین، بعد بزنین خوش بشه دیگه، سفت میشه. از بیرون بزنین که از داخل موادتون به اون چسب نخوره. خب بس وسیله خوشکارمون حاضر شده. وسیله‌مونه که اون موادمون رو می‌ریزیم توی همین ظرف، بعد فشار میدیم از اون ور، حالا طریقه ریختنش هم برام باشه. آره. خب اون از وسیله‌مون، اینم از موادمون که میذاریم. چون کم بوده وقت داریم نمیتونیم حالا مدت زمان خیلی زیادی بذاریم، یه چند ساعتی میذاریم استراحت کنه، بعد ادامه ویدیو رو براتون میگیریم. تو این فاصله هم مواد میانیش هم درست میکنیم. ما یه چند ساعتی گذاشتیم موادمون استراحت کنه، حالا داخل ظرفی که درست کردیم میریزیم. خواهرم به روش خودش درست کنه. من گفتم الان میری قیف میاری، خیلی هم عالی. دیگه
اینقدر که ما درست کردیم دیگه این کاره ای خودت. موادش هم بچه‌ها مواد میانیش هم همه رو آسیاب کردیم، مخلوط کردیم و قراره ازش استفاده کنیم. ببینید گردو اینقدر قشنگ خورد شده، خیلی اونجوری آسیاب نشده که به روغن بیادا، خیلی اینجوری یک دست خورد شده. موادمونم که به قول مامان حیفه تا اون آخرش بری. آره این مقدار موادی که هر گرفتیم یه دونه از این بطری‌های شیر میشه. چند تا حدوداً در میاد؟ حدوداً 20 تا 23 4 تا. خب مواد ریختیم. بستگی به باز بزرگی و با چیز بزرگی و کوچیکی رشته خوشکارا بوده و اون فکر کنم پیمانه کلا مواد هر پیمانه‌ای که میزنن تابه حتما باید تفلون باشه، حتما بهتره. تفلون باشه چون بتونه بشه که برگرده. حتما بزرگ باشه، این آره. دیگه مهمه دیگه. بزرگ درسته؟ باشه به خاطر اینکه رشته خوشکاراتون حداقل طبیعی بزرگ مثل بیرون در بیاد، وگرنه کوچیک باشه میتونید خیلی کوچیک لقمه‌ای درست کنید. آها خب. اون این از این. آره. حالا یه خود اینجا پنبه داشته باشین که ما فقط با روغن پخت و پز اینو بخوایم یه ذره چربش. آره فقط تابمون رو چرب کنیم باهاش. ببین در این حدی که تابه چرب بشه. حالا چرب کردیم. اینو دیگه قشنگ با این یه دقت ذره نگاه کنید. ریختنش آره قلق داره. ریختی توی ظرف در این حالت باید تو دست نگه داری، از لبه برگردون، بعد فشار بده، سریع بریز. ببین اول عمودی بعد افقی. ببین به همین روش. حرارت هم خیلی کم باشه. حرارتش خیلی کم باشه تا جایی که قشنگ این حالت اون بافتش پر بشه که وقتی مواد میریزین نریزه. نریزه. اینم باید کاملا چند دقیقه ثانیه زمانی که این سفیدی شیر ببینید اصلا سفیدی آره. مایع به حالت پخته مثلا حساب کن بی رنگ شد میتونیم برداریم. اون به گرمای تابه بستگی خب داره. این چون براتون سوال پیش میاد من دارم دونه دونه میپرسم، حالا سوالای دیگه ای داشتین کامنت بذارید. و اینکه اینو قرار دوباره برگردونید نه. فقط فقط همینو که ریختید و خودشو گرفت کاملا از اون حالت مایع در اومد دیگه آماده است، سریع برش دارید و برید ادامه مرحله. سینی آره سینی میذاریم جلومون خب که برگردونیم که بعد حالا یکم مونده که شعله گاز چون باد میزنه آره یه طرف نداره چیزی. خب اینم ببین تا این حد ببین همه بیرنگ شد قشنگ که یعنی آره از اون حالت بعد مایع قشنگ از گوشه ها با دستت یا با قاشق بزنی خودش بلند میشه. این برای ذره بودم خیلی بمونه برشته میشه بعد میشکنه نمیتونی تا کنی، زودم برداری نصف میشه. ببینید آره خیلی راحت. این حالا یک طرفشو میاری جمع میکنی، یه طرف دیگه به طرف چیزاش بسته بشه. خیلی ها دیدم که میان با قیچی دور و اطرافشو میتونه آره میبرن. اونم بسته این بسته بنده نگاه کنین کاملا از 4 طرف میبندی. از 4 طرف بسته شده، حالا کنارهاش هم افتاد داخلش می. این مواد توش هم بستگی به خودتون داره که خیلی پرملات باشه یا کم داره. آره اون به خودتون بستگی. اینم یه مقدار میریزیم یه و طرف حالا اینور یه طرف هم روش، دو طرف بالا رو با انگشت ببند. خیلی هم. این رشته خوشگله میذاری تو ظرف. فقط این قلق ریختن عمودی و افقی خیلی مهمه. تند آره خیلی سریع که مثلا یه جا گلوله نشه. الان همین که بچه‌ها این خیلی برای خیلی سوال میشه. اینو یه لحظه بی زحمت میدید. ببینید این خیلی مهمه. وقتی بهتون گفتم که میخواین اینجوری رشته‌های نازک و کنار هم باشه، تعداد اینا که بیشتر بشه خیلی بهترین رشته‌ها ایجاد میشه. به خاطر برای در اینجور درا آره. مثلا همین تعداد بیشتر از این تعداد نمیشه. آره. در بسته نمیشه. دقیقاً 6 تا. آره 6 یا تا. نمیشه مثلا بغلا باشه، باید حتما در یه خط آره باشه. برای این سایز اندازه 6 تا کافیه و اینقدر ریز میزنه. من اون چیزی که بیرون خریده بودم دقیقاً
من فکر کنم 3 یا 4 تا بود ولی لوله هاش خیلی بزرگ بودن و درشت ریخته میشد. خیلی سخته به نظر اگه من. مایه‌اش خیلی رقیق باشه باز همون درشتی رو میریزه. آره. مایه به خاطر همون میگم 3 پیمانه آرد باید 3 پیمانه توش مایه باشه. حالا آره. میخواد شیر باشه، آب باشه، گلاب باشه، هر مایه که میخوای با اون آرد آره چیزی باید همون 3 پیمانه باشه که غلظتش طوری باشه که رقیق نشه که زیاد بریزه. ببینید بلا فاصله بعد از این که اینو برمیدارید موادش رو بریزید همون لحظه، نذارید برای بعد. نیازی به چرب کردن دوباره نیست که نه؟ گاهی یه چند تا که درست میکنی یه بار چرب بکن. میخوای اینو من درست کنم؟ بیا درست کن. اونو درست میکنی؟ آره درست کن. میخوای اول اونو بگیر که داره میبنده بعد من این یکی رو من برم. باش. ببین 4 طرف جمعش میکنی. آره. یه وقتای وسطش ده. وسط کار. جواب بدم. بعد بچه اونو به صورت خیلی سوال پیش میاد، اونو به صورت خام نمیخورن. اینو میتونید بذارید آره میتونید بذارید داخل فریزر هر موقع که دوست دارید در بیارید و بخورید، یا اینکه همون لحظه اگر دلتون میخواد سرخش کنید به هر حال. بعدش من بریزم از گوشه بریز. آها از اون بشه. من گوشه میذارم. خب این همینجوری چند تا اینجوری خوبه؟ آره. خب حالا این به این نوش. استادم خودم اصلا استاد درست کردنه. خوبه؟ عالی. زدیم میخوایم سرخش کنیم که بعد جا شما خالی با چای میل. چای گذاشتی خواهرم؟ فکر کنم چایی هست. خواهد چایی میخوری. تا به داغ باشه روغن بریزید و سرخش کنید. گفتم بچه ها وسط ویدیو بهتون اگر دوست دارید که بعداً حالا میلش کنید، حالا اون زمانی که درست کردید نمیخواید استفاده کنید، پلاستیک فریزر لابلاش بذارید که به هم نچسبه. بیرونم همین کارو میکنن. میتونید بذارید داخل فریزر هر زمان دوست داشتید در بیارید و سرخش کنید. اگر تا الان کانالمونم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. کلی آموزش های متنوع و خوشمزه داریم براتون. مطمئنم که خوشتون میاد. حتما زنگوله هم فشار بدید که ویدیوهای من برای شما نشون داده بشه. به همین راحتی دو طرفش رو سرخ می‌کنیم. بعضیا داخل شهد هم می‌ریزن. آره یه شهدی آماده میشه می‌کنن. بگی که بعضیا شاید اونجوری دوست داشته باشن. ما اصولا درسته ما همینجوری سرخ می‌کنیم. آره. می‌خوریم ترده، ولی بعضیا حالا دوست دارن که یه خورده نرمتر باشه. بعد از اینکه سرخ کردن تموم شد توی همون تابعی که سرخ کردن تموم شد میتونن نصف لیوان شکر بریزن با یه لیوان آب بذارن این قشنگ اون جوش بیاد. یه ذره که قمام اومد همین خشکارای سرخ شده رو توش بغلتونن 2 بار 3 بار قشنگ، بعد بردارن با شهد میشه میتونن اونجوری بخورن. اونم یه روشیه. حالا دیگه سلیقه‌ایه کاملا، ولی ما همینطوری فقط سرخش میکنیم و میل میکنیم کنار چایی. یه عصرونه خیلی خوشمزه سالم برای ماه رمضان هم که دیگه. آره من که میگم همیشه وقتی خوشگار میدیدم یاد ماه رمضان میافتادم. حالا اونایی که مواد ندارن، یعنی اومدین درست کردین مواد رو بیشتر درست کردین دیگه، حالا مواد میانی ندارید، برای اون مواد شما میتونید دقیقاً همین روشی که گفتیم رو درست کنید، فقط همینجوری خالی رشته داره همون چالا بکنیم میشه رشته خالی. اون میشه رشته. اینی که مواد داره خشکاره، اونی که فقط خالیه فقط همینجوری تا میکنن کنار هم بعد سرخش میکنن اون میشه رشته. بله. به خاطر هم میگن رشته خشکار، یعنی این دوتا رو کنار هم بعضی اون رشته رو دوست دارن که سرخ میشه برشته میشه. دوست دارن که اونجوری. من ولی از بچگی واقعا عاشق این بودم. منم خوشگاره. آره همیشه دوست داشتم که این سهم من باشه تا اون. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون. خداحافظ.